سلام شنوندگان عزیز. جوی حاکم بر عرصه سیاسی سالهای آخر تاجیکستان چنان است که از کدام تغییر قابل ملاحظه در تناسب نیروها در هیئت پارلمان آینده در پی انتخابات روز 1 مارس درک نمی‌دهد. بلکه به باور اکثر این انتخابات هم چون دفعه‌های گذشته و با پیروزی مطلق نامزدهای مورد نظر مقامات انجام خواهد یافت. تنها اینتریگای باقی مانده این معرکه ظاهراً سرنوشت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که آیا حضورش را در مجلس نمایندگان حفظ میکند یا نه. انتخابات امساله تاجیکستان در شرایط میگذارد که جوی حاکمش از عامل‌های بیرونه تأثیر بیشتر گرفته است. حالا ذهن کشورهای غربی یک مبلغ عمده ارزش‌های دموکراتی چون انتخابات‌های آزاد را مسائلی برایشان مهمتره، چون بعضی افغانستان بعد خروج نیروهای ائتلاف و افزایش تهدید گروه‌های افراطی در منطقه مشغول نگاه می‌دارد تا مراعات معیارهای دموکراتی در این یا آن کشور. و به احتمال غالب غرب چون در نمونه انتخابات ماه دکبر پارلمان ازبکستان به آنچه که در بطن انتخابات تاجیکستان خواهد گذشت نیز از پس پنجه نگاه خواهد کرد. با این وجود رئیس جمهور امامعلی رحمان در تیر ماه سال گذشته خواستار تأمین شرایط برای برگزاری یک انتخابات در واقع آزاد در کشورش شد. آقای رحمان حتی از تجربه شرکتش در انتخابات سال 1990 که هنوز شوروی پابرجا بود یاد آورد. او گفت اگر در آن ایام انتخابات آزاد نمیشد مگر او آن وقت رئیس یک کلخاز می توانست رقیبان پرنفوذ چون دادستان ناحیه دنقره را مغلوب کند و به پارلمان راه بیابد. فکر میکنم که این انتخابات از انتخابات هایی که گذشته بود باز هم شفافتر، دموکراتیک تر و آزاد برگزار می شود، چون که برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی را سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان کفالت داده هستند. اما منتقدان حکومت نسبت به انتخابات 1 مارس چنین خوشبین نیستند. در ستاد حزب نهضت اسلامی عمده‌ترین تشکل مخالفین میگویند امامعلی رحمان در انتخابات‌های قبلی هم چنین وعده داده بود، ولی آن همه در روی کاغذ ماند. چنانچه در انتخابات 2010 که پرزیدنت محترم وعده داده بود و شفافیت انتخابات را خود کفیل شده بود، تا چند روز قبل از انتخابات فضای آزاد و شفاف احساس می شد. اما تفاوت این انتخابات این است که از حال حاضر مانعه ها شروع شد. ما تمام نامزدهای ما در تمام منطقه بدون استثنا با مانعه های جدی روبرو شد. معیارهای قبول شده یک انتخابات دموکراتی چیست؟ اگر ساده کرده بگوییم شرایط برابر برای پیشبری و تبلیغ آزادانه نامزدها و حزبها و عادلانه شمردن آواز داده مردم و این همه بدون دخالت مقامات دولتی و تحت نظارت کامل جامعه. و با وجود وعده و کفالت رئیس جمهور اکثر بر اینند که برگزاری چنین انتخابات دموکراتی در شرایط کنونی تاجیکستان امکان ندارد و یک اراده سیاسی قاطع و کافی برای آن هم پخته نرسیده است. با گفته منتقدان اگر چنین اراده وجود می داشت قانون انتخابات از سوی دولت جدی‌تر بازبینی می شد و طلب اساسی مخالفین تشکیل نهادهای انتخاباتی از حساب نمایندگان احزاب سیاسی و با همین از بین بردن زمینه اساسی تقلب صرف نظر نمی شد. در مسئله نظارت کردن یا پیشگیری از قانونشکنی ها باشد همه وقت به قول عرض دادی ناظران شنیده می شود، ولی در وقت آواز حساب کنی کسی از ناظران شرکت ندارد و مسئله اساسی اونجا حل می شود. بعداً به فکر من مشکل اصلی انتخابات پارلمانی یا پرزیدنتی در تاجیکستان این است که خود مردم برای گذراندن یک انتخابات دموکراتی تیار نیستند. خود آنها اکثرشان نامزدهای خودشان نمیشناسند. اکثر آنها به هر چی که مثلا کلان خانواده یا کلان اولاد یا که رئیس محله یا که رئیس جماعت یا که رئیس شهر میگوید و همون آواز میدهند. به فرقی مردم که شرکت در این معرکه مهم را اکثر صرف نظر میکنند و با دست خود برای تقلب و تخلف فراوان راه میکشند، یک مشکل عمده انتخابات های تاجیکستان باقی میماند. از صحبت‌های خود مردم برمی آید که یک علت چنین بفرقی ناباوری آنها به چیزی را تغییر داده توانستند توسط انتخاب هاست. بسیاری ها معتقدند که صرف نظر از آواز دادن یا ندادن آنها تنها نامزدهای دلخواه حکومت به پارلمان راه می‌یابند.
عامل دیگری دلسردی وعده‌های نامزدهاست که با گفته مردم ببرکش به زبان می‌آورند و این همه را بعد انتخابات به فراموشی می‌سپارند. نظری ساکنان دوشنبه را می‌شنویم. انتخابات از اون انتخابات‌های پیشین فرق ندارد. ما هم قدر گفتنی هستیم که همون شخصایی که بودن با هم و میگذرن. اکنون تقدیر همه ما در دست انواعی. چخیلی که خواهند اما تش میگردونن. میگه که اصول در دستی نغورچی. انتخابات در کشور چیزی را دیگر نمیکنند. همون انتخابات همون میموند. فقط فرقش هم نه دپوتات همون دپوتات میمونند. با فکر من که دیگر میشود. برای آنکه ممکن شخصانی خوب و بیاینده با قانون‌های عجیب‌تر برآورد. پیش از یعنی عرفه انتخابات شوی آنها خود را همچون شخصانی عادل و همچون شخصانی یعنی که در خدمت خلق بوده یعنی نشان میدهند خود را و در اصل بینگریم چنین نیست. یگانه از پرابلم از خوب مسئله های مبهمی که معرض روز است اونها حل کردن نمیتوانند. باوری دارم که انشالله که در دل دپوتات‌های ما خدا اندازد که رحم و شفقت به خلق خود کند، به خلق توجیه کند، کمبودی را نگاه کند، چشم گشایند و بینند که چی در چی اندازه است. انتخابات امساله در حال دایر می شود که در چند سال اخیر عرصه سیاسی تاجیکستان از سوی دایره‌های حاکم خیلی روبوچین شده است و احزاب دیگر را در این عرصه حتی مجال آزادانه نفس کشیدن نمی‌دهند. با باور محافل حکومت توانست خیلی از احزاب یک زمان سرکش را رام کند و حالا برای مثال دو حزب یک زمان پرسر و صدای دموکرات و سوسیالیست و همینطور دو حزب نوی اگراری و اصلاحات اقتصادی هم صدای حزب حاکمند و گوش به قمار که آیا از کدام گوشه دسترخوان انتخابات راهشان می‌دهند. از تشکل‌های با قوت‌تر حزب کمونیست در پنجه بحران پیرشوی اعضا و اختلافات داخلی اش درمانده است. حزب سوسیال دموکرات هم که تازه یکی از رهبران شهرت قدرت را به 9 سال زندان محکوم کردند، دیگر امید روسرخی از انتخابات یکم مارس ندارد. با آنکه مسئله اساسی انتخابات پارلمانی تاجیکستان از پیش حل شده دانسته می شود، یک انتریگ اساسیش البته سرنوشت حزب نهضت اسلامی است که آیا این نوبت هم 2 کرسی وکیلی میراثمانده از زمان سید عبدالله نوری را نگاه خواهد داشت یا نه. با اینکه حزب نهضت بتواند این بار موفقیت 5 سال پیشش را تکرار کند، دیگر کسی باور ندارد. حزب نهضت در سال 2010 با جلب الکتورات اعتراضی توانست از حزب کمونیست پیش گذشته مقام نیروی دوم سیاسی کشور را نصیب خود گرداند. این حزب حتی ادعا داشت که 35% آواز گرفته است، ولی در نهایت چیزی بیش از 8% و همان 2 کرسی وکیلی را برایش دادند. حزب نهضت این را ظلم نامید، ولی با تکیه به سیاست چندین ساله صبری که پیشه کرده است اعتراض زیاد نکرد. اما این بار شرایط باز هم بیشتر فرق می کند. حالا گروه‌های اسلامی نه فقط در تاجیکستان بلکه در سراسر جهان به ویژه به دلیل از نو افزودن خطر افراطگرایی اسلامی و آن هم در نمونه‌های بد چون دولت اسلامی دیگر باره در یک شرایط تقریبا همسان بعد حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 قرار گرفتند. در شرایط چنان آسیب‌پذیر که هر قدم ناجا می‌تواند قدم آخرین آنها شود. امروز در بعضی کشورها واقعا نسبت به حرکت‌های اسلامی یک سوء تفاهم رفته شده است از جانب بعضی منصبداران که این به تاثیر نخواهد گذاشت و نهضت اسلامی تاجیکستان هم با نظرداشت هم شرایط و فضای داخلی هم فضای خارجی در مرحله خود تصمیم خواهد گرفت. ولی در حال حاضر ما بارها میگوییم که ما در کشوری هستیم که هم ظلم کرده می شود و هم عیبدار میکنند که چرا از ظلم خود دفاع نمیکنی. اشاره آقای شادی به نشر یک سلسله نوارهای آبروریزنده شهوانی با شرکت اعضا و هواداران حزب نهضت، تعقیب و به زندان انداختن اعضای فعال آن، بستن و حتی کندن دفترهای حزب است که این همه با وجود سیر بوی ندادن نهضتی ها، این حزب یک زمان توانا را به یک نیروی ضعیف، دستنیگر و به گفته منتقدان به هر ایمای مقامات بلگو تبدیل داده است. در محفل ها عقیده هم رایج است که این بار تمام تلاش حنید برای حداقل گم نکردن همان 2 کرسی است که دارد، نه بیشتر از آن.
چنین فرضیه پیش میآید که محیدین کبیری صاحب منصب میشد و دو نفر دیگر سید عمر حسینی که در جای سیوم است و سید ابراهیم نظر که در جای دوم است به پارلمان میروند. فرضیه دیگر است که فقط یک کرسی برای حزب نهضت اسلامی داده میشد، ولی فکر میکنم در حالتی حتی عموما کرسی ندادن هم حزب نهضت اسلام اگر رهبرش محیدین کبیری باشد باز به صبر دعوت میکنند و باز طاقت میکنند. намояндагони ҳизби ҳоким вуҷуди кадом сценарие ба ҳар роҳе аз парлумони оянда руфтани ҳизби наҳзати исломии тоҷикистонро рад мекунанд ва мегӯянд худи мардум дар интихобот маълум мекунад ки ба кадом ҳизбу кадом номзад раъи бештару ба кадоме камтар диҳад. ба ин ё он ҳизб ё ба ин ё он номзад мардум овоз медиҳад бевосита. ин ба иродаи халқ вобаста аст. масалан як нафар интихобкунанда меравад бюллетени овоздиҳиро мегирад, меравад дар ғурфаи овоздиҳӣ мустақил аст, ӯро ба ӯ ҳеҷ кас халал намерасонад ки ба кӣ овоз диҳад. ман фикр мекунам ки ба натиҷаҳои интихобот вобастагӣ дорад ки чанд кадом ҳизб чанд курсиро соҳиб мешавад. ин ба натиҷаҳои интихобот аз пешакӣ хулоса кардан мушкил аст. то ҳол нозирони созмони амният ва ҳамкории аврупо ки аз соли 2000 ба ин тараф интихоботҳо дар тоҷикистонро назорат мекунанд, ягон овоздиҳӣ дар ин кишварро ҷавобгӯи меъёрҳои як интихоботи озоду демократӣ эътироф накардаанд. аммо баҳои ин нозирон паёмаде ба ҷуз аз масъалаи обрӯ надорад ва кам касеро парвоз ки интихоботи 1 март дар кишвари дуре бо номи тоҷикистон чӣ гуна мегузарад. бахусус дар шароити феълӣ ки ғарб ба дунболи хуруҷи нирӯҳояш аз афғонистон саргардони масоили муҳимтаре чун таъмини ҳукуматҳои қавии буферӣ дар роҳи тавсеяи ҷабҳаи ҷанги гурӯҳҳои ифротист ва дар ин роҳ бештар ба ҳифзи суботи режимҳои худкомаи ҳоким аз ҷумла дар осиёи марказӣ ниёз дорад то ба даъвати ин режимҳо ба муроати озодиҳои сиёсӣ. таниши ғарб бо русия бар сари украина низ нархи саҳмияи сулолаҳои ҳокими осиёи марказиро дар аврупо ва амрико болотар бурдааст ва он ҷониб маҷбур аст ҳадди ақал дар кӯтоҳмуддат ба чӣ гуна гузаштани маъракаҳое чун интихоботҳо дар ин паҳно чашм бипӯшад. аз тарафи дигар баъди ваъдаи миллиардҳо доллар сармояи чин он миллионҳое ки он ҳам ба сад шарт аз ғарб ба душанбе мерехт дигар хеле ҳақиру ночиз менамоянд ва дар душанбе ин ҳамаро хуб медонанд ки дар чунин як шароит ба тағйироти фавқулодае чун баргузории интихоботи ба таъбири сухангӯи ҳизби ҳоким усмони солеҳ нисбат ба гузашта озодтару демократитар ташаббус кунанд.